سلام علیکم. سلام علیکم. مرسی از شما که وقتتون رو در اختیار ما سلامت گذاشتید. باشید. آخرین باری که به مادر گفتین دوستش دارین کی بوده؟ ما چشمی میگم دیشب کادوشو دادم. دیشب آخرین باری که گفتم هفته پیش. همین امروز همین امروز زنگ زدم بهش گفتم دوستت دارم. اسفند سال 73 به رحمت خدا رفت. خب اون تایمی که این اتفاق افتاد خب خیلی ازش میگذره از اون سال، ولی اینکه عمدتاً من یه بچه حالا 10-11 ساله بودم که خب اینقدر شناخت نداشتیم به این موضوع که نبودشون چقدر قرار تاثیر بذاره، ولی خب متاسفانه این تاثیرات رو گذاشت. الان اگر بهشون زنگ بزنید و بهشون بگین که دوستشون دارین و روزشون رو تبریک بگین، فکر می‌کنین چه ریاکشنی دارن؟ خوشحال میشه. خب قطعا که خیلی خوشحال میشه و میدونم که همیشه هم جوابش اینه که منم تو رو خیلی دوست دارم. نمیدونم همیشه دعای خیر میکنه دیگه. خب فکر می‌کنید اگر الان باش تماس بگیرید بهش بگید دوستش دارین، عکس العملش چیه؟ میگه دیوونه شدی؟ قطعا همیشه با این جمله مواجه میشم که الهی من دورت بگردم مادر. قطعا دوباره خوشحال میشه و کیف میکنه و احساساتی هم بشه قطعا فکر کنم. الان اگر باشون تماس بگیرین و بهشون بگین دوستش دارین و روزشون رو تبریک بگین، چه عکس العملی دارن؟ بازم حتما خوشحال میشه دیگه. میتونید امتحان کنی؟ آره چرا که نه. مرسی. سلامت شدم مرتب برم جون سلامت ازت بشم واقعا قربون شما سلامت باشید. خبرها سلامت باشید. مامان جون من زنگ زدم روز مادر رو بهتون تبریک بگم. ما دفعه بله ممنون قربونت برم بله سلامت همیشه باشید. بیادیم که قربون من شما. تنها سلامت. تو سلامت باشی و خوش باشی قربون شما. آرزوی هر ممنونم. مادری فقط قربون. سلامت باشه تو خوشش باشی چشم. همیشه الان یه برات ذره دعا دیگه ادامه بده من گریم میگیره دیگه. قربونت برم لازم بشم الو سلام مامان، چطوری؟ خوبم مرسی خواستم بهت بگم خیلی دوستت دارم. روزت هم مبارک بشه. قربونت برم مگه زنگ نزده بودی چرا؟ خواستم بازم بهت بگم خیلی نه دوستت برداد بشم من مگه تو سعی کار نیستی چرا؟ دوست داشتم زنگ بزنم بهت بگم که خیلی دوستت دارم. خیلی مامان خوبی بودی برام. مرسی عشقم مامانم الان در دسترسیست. به مادر شوهرم میخواد زنگ بزنم. سلام عزیزم، خوبی؟ خوبی؟ رضا اینجا شیراز ما همش خوابیم یکی بیا منو بیدار کنه برگردم خواب خدا بودی؟ یه زنو ببرید یه چیزی میخواستم بهت بگم. جان مثلا خیلی دوستت دارم. عزیزم فردا به راه میافتم بیا دیگه بیا، خیلی دوست. روزت هم مبارک بشه. مرسی قربونت تو قربون برم عزیزم. زنگ زدم روزت تبریک بگم خیلی دوستت دارم. ای خدا قربونه. من بیشتر منم همینطور. خدا نکنه خدا من مو ندارم ولی خدا نکنه. نه میگه من که جلو دوربین بگی. سلام مامان جونی، خوبی قربونت برم؟ قربانه فدات شم. دورت بگردم. خوب خوشگلم قربونت برم من. خوبی؟ روزت مبارک مامان جونی. مرسی تو هم انشالله مادر بشه یه چی؟ پسر خوشگل شوهر خوشگل پیدا کن قربونت برم من. جانم سلام عزیزم، خوبی؟ سلام عزیزم زنگ زدم روزتو به تبریک بگم. روزت مبارک بشه. فدات شم. خواستم منم زنگ بزنم تشکر کنم بابت دیشب دورت بگردم. قابل توجه ناقابلی. روزت مبارک باشه. خدا سایه شما رو بالا سر ما نگه داره. یه دنیا دوستت دارم و همین دیگه. Benim kurtuluşum kızarlıganım. Kurbanızım. عزیز دلم. Koyacağım. چطوری دختر قربونم فدات شم. مامان الهی دورت بگردم جانم دوستت دارم خیلی. الهی من فدات شم من بیشتر عزیز دلم. الهی من دورت بگردم نفسم امیدوارم که تمام مادرها فرق نمیکنه، چه مادر خودم چه مادرایی که از دست رفتن، همشون جاشون خوب باشه و تو بهشت. هر چی دلتون میخواد میتونید به لنز ما بگید و مادرتون میشنوه. من خدا رو همیشه یک زن تصور میکنم به خاطر اینکه هم صبوره، هم مهربونه و هم دلسوزترین فرد توی زندگی منه و اون زن مادرمه
پروردگار من روزت مبارک. مامان عزیزم خیلی ممنونم بابت حضورت و تمام زحمتایی که برامون کشیدی. بابت همه فداکاریات ازت ممنونم. و حاضرم هر کاری بکنم که خوشحال باشی و ازم ناراحت نباشی و همیشه خوشحال ببینم. تا حالا نگفتم بهش اینکه افتخار میکنم که مادرم تویی. سلام مامان، روزت مبارک. خیلی دوستت دارم. انشالله سالیان سال سایت بالا سرمون باشه، کنارمون باشی. خدا از عمر من کم کنه و عمر اضافه کنه. اینجایی همیشه. دوستت دارم دیگه. بیشتر از این بهتر از این هم چیزی بلد نیستم. تا هستن قدرشون رو بدونیم، چون یه وقتایی ممکنه نباشن و دلمون براشون تنگ بشه و تا میتونید بوسشون کنید، بغلشون کنید و احساستون رو نسبت بهشون بگید. بله دوستش دارم. دوستت دارم در واقع. کاشکی میشد بهت بگم چقدر صدا تو دوست دارم، چقدر مثل بچگی